سلام به همه فوتبال دوستا. امروز قراره با هم بریم سراغ دهه حقیقت فوق‌العاده و عجیب دنیای فوتبال که شاید نشنیده باشید. رکوردهایی که هر کدومشون کلی جذابیت و داستان دارن. از زلاتان گرفته تا یه تیمی که خودش رو گل بارون کرد. پس حتما تا آخر بمونید چون قراره شگفت زده بشید. 1. زلاتان ابراهیموویچ بدون توپ طلا. زلاتان، این ستاره سوئدی که تو هر تیمی میره، گل و نمایش میکنه. اما حتی یه توپ طلا هم نبرده. دلیل، دوره بازی او درست مصادف شده با دوران طلایی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. هر سال که توپ طلا رو میدن، این دو اسطوره به قدری درخشان ظاهر شدن که حتی بازیکنان بزرگی مثل زلاتان هم نتونستن جایزه رو ببرن. زلاتان خودش هم میگه توپ طلا برای او اهمیت چندانی نداشته، بلکه عشق به بازی براش مهمتره. 2. آندرس اینیستا، بازیکنی که هیچ وقت کارت قرمز نگرفت. اینیستا یکی از با اخلاق ترین و هوشمندترین هافبک های تاریخ فوتباله. تو تمام دوران حرفه‌ایش، حتی در بازی‌های حساس و پرتنش مثل الکلاسیکو، فینال جام جهانی و یورو، هیچ وقت کارت قرمز نگرفت. این یعنی چقدر حرفه‌ای و خونسرد بازی می‌کرده، در حالی که خیلی از بازیکنان دیگر تو این مسابقات کارت قرمز گرفتن. اینیستا همیشه با احترام بازی کرده. 3. تیمی که خودش رو 149 گل بارون کرد. تو سال 1994 تو لیگ ماداگاسکار، یه تیم به دلیل اعتراض شدید به داوری تصمیم گرفت خودش رو گل بارون کنه. نتیجه 149 گل به خودش زد. این رکورد نه تنها عجیب و خنده داره، بلکه نشون میده گاهی فوتبال اونقدر جدیه که باعث واکنش‌های عجیب میشه. البته این نتیجه بعدها توسط لیگ تایید نشد، ولی همچنان جز عجیب‌ترین داستان‌های فوتبال باقی مونده. 4. روجریو سنی، گلزن‌ترین دروازه‌بان دنیا. دروازه‌بان‌ها معمولاً گل نمیزنن، اما روجریو سنی از برزیل با بیش از 130 گل استثناست. او تو ضربات آزاد و پنالتی‌ها استاد بود و به همین خاطر تونست رکورد گلزنی دروازه‌بان‌ها رو جابجا کنه. یه مثال خوب از این که موقعیت و استعداد میتونه حتی جایگاه بازیکن رو هم تغییر بده. 5. سریع‌ترین کارت قرمز تاریخ. لیندا، بازیکن زن انگلیسی، تنها 2 ثانیه بعد از شروع بازی کارت قرمز گرفت. این تکل خشن اونقدر سریع بود که داور بدون فوت وقت کارت قرمز رو نشون داد. این اتفاق باعث شد بحث‌های زیادی درباره قضاوت‌های سریع و انضباط تو فوتبال بشه. 6. داوری که به خودش کارت زرد داد. یه لحظه بامزه تو لیگ انگلیس، داور استوارت اوتول کارت زردش رو تو زمین انداخت. وقتی میخواست برداره، بازیکنان خندیدن و داور هم برای خنده به خودش کارت زرد نشون داد. یه یادآوری که فوتبال فقط جدی نیست و گاهی خنده هم لازمه. 7. کازویوشی میورا، پیرمرد ژاپنی که بازنشسته نمیشه. میورا با 54 سال سن هنوز بازی میکنه و گل میزنه. فوتبال ورزش سختیه و اکثر بازیکنان در دهه 30 بازنشسته میشن. اما میورا ثابت کرد با عشق و انگیزه میشه سالها بازی کرد. این رکورد الهام بخش خیلی هاست. 8. سریع‌ترین گل تاریخ فقط 2 ثانیه بعد از شروع بازی. تصورش سخته، ولی واقعا اتفاق افتاده. تو سال 2023 تو یکی از بازی‌های جوانان در عربستان سعودی، بازیکنی به محض صوت شروع بازی توپ رو از وسط زمین شوت کرد و توپ مستقیما وارد دروازه شد. داور هم گل رو تایید کرد و زمان دقیق ثبت شده برای گل 2 ثانیه. این اتفاق باعث شد رکورد سریع‌ترین گل تاریخ دست کم در بازی‌های رسمی دوباره به چالش کشیده بشه. تو فوتبال حرفه‌ای، رکورد سریع‌ترین گل هم قبلاً متعلق به هریستو استویچکوف در 3 ثانیه بود. رکورد شاید تو سطح حرفه‌ای هنوز رسمی نشده باشه، اما تو ذهن خیلی‌ها مونده، چون یادمون میندازه که تو فوتبال هر لحظه میتونه تعیین کننده باشه، حتی ثانیه اول. نه، طولانی ترین ضربه پنالتی تاریخ. تو جام حذفی آرژانتین، یه بازی بین 2 تیم محلی به ضربات پنالتی کشید و اونجا بود که تاریخ ساخته شد. 48 ضربه پنالتی زده شد تا بالاخره یکی برنده بشه. هر تیم 24 بار پشت توپ رفت. آخرش هم تیمی که اول شروع کرده بود شکست خورد. 10. پرتماشاگرترین بازی تاریخ فوتبال. تا حالا فکر کردی شلوغ‌ترین بازی فوتبال چند نفر تماشاچی داشته؟ رکورد رسمی مال فینال جام جهانی 1950 برزیل، جایی که حدود 200,000 نفر تو استادیوم ماراکانا جمع شدند. 200,000 نفر. تقریباً 2 برابر ظرفیت امروزی بزرگترین استادیوم‌های جهان.
اون بازی بین برزیل و اروگوئه بود و پایانش هم غم انگیز. اروگوئه با نتیجه از 2-1 قهرمان شد و کل برزیل مات و مبهوت موند. و جالبه بدونی بعد از اون قوانین ایمنی استادیوم ها تغییر کردن، چون دیگه چنین جمعیتی غیر قابل کنترل بود. کدومش واسه جالب تر بود؟ اگه میخوای اطلاعات فوتبالیت هر روز بیشتر بشه، فوتبالیش رو ساب کن.